قماندان بیاید بچه ها. مسئله که باید صحبت کنیم خیلی جدی است. با خراباتک دخل دارد. بله او خوب است قماندان. حالا آتش را خوب گفته نمیتوانیم. سلامتیش خوب است. بله من این را از آوازش فهمیدم، اما حالت روحانیش با فکرم خوب نیست، چون که او عمل درست را از نادرست فرق کرده نمیتواند. قماندان ما را نترسانید. برادرمان خوب است. برادر شما سربازی من است. فرزنده می شود. میخواستم گویم که او خوب است، ولی حاضر این گپ را گفته نمیتوانم. این به شما وابسته است. چی خیلی یعنی قماندان؟ آتش در خارج از کشور است. امروز او به من زنگ زده بود و الکی به درون گروه در آمده است. او شعرها گفتنی شخص را تعقیب دارد. بمبچی را قماندان؟ بله قماندان، او تنها با آنها مقابلت نشان دادن نمیتواند. ما باید به کمک او برویم. کسی جای او و جای آن تروریستان را نمیداند. همینطور میستیم. مبادا آنها فهمند که او سرباز است، مبادا یگان بیعقلی کند. او را میکشند قماندان. از همین خاطر ما را ضرور است که او را از آنجا رها کنیم. ما باید با عقلانه یگان نقشه کشیده فوراً از پس این کار شویم. ما موجودنگی او را داشتیم. ما تنها منطقه را میدونیم، ولی در آنجا پایگاه تروریستان زیاد است. نمیدونیم که او در کدام آنهاست. فاده همراه ایلین باش. به نزدیک شفان رو. دسته شما را اینجا انتظار می شود، چون که آتش معلومات داد که جنگیان مقصدی حمله گسترده انجام دادن را دارند. اگر یگان معلومات باشد در حال دسته برها میبراید. فهمو؟ خوب شده است. شما چی طوره که سربازانم هستید، فرزندانم هم با شما میروید. من نمیخواهم که با شمایان یگان حادثه روی دهد. میدانم درونی همه از آتش انتقام میسوزد، ولی آن میگذرد. ما خرج سربازی خود را فراموش نکرده وظیفه داریم که با عدل و انصاف این وطن را حمایت نماییم و قانونها را رعایت و احترام کنیم. با تروریستان امکانیت ندهیم. کاری نکنید که من غمگین شوم. صحت و سلامت رفته، صحت و سلامت همراه آتش برگردید. اطاعت قماندان. من همیشه آرزو میکردم که متخصص آماده نمودن بمب شوم. چگونه آرزو؟ نخواد آدم این کسب را دوست دارد. خطا میکنی. این کار سراپا ادرنالین دارد. هر حالت آدم با مرگ میپیچد. این تماما غیر عادی است. زرد، سرخ، سیاه آنها را به هم میپیچانی. زردش را میبری میترکد. این به من سخت پسند است. بله، لیکن یک چیز را به تو میگویم بدرو. از در میدان جنگ کردن این تر جنگ نبودن بهتر است. ما همراهان تو را یک ماه زیاد باز آموزانی ایستاده ایم. آنها تعلیم دیدند. اگر تو را ببینند از بین سرت میپرانند. بله، حق هستید. درست میگویید. من به شما آماده کردن بمب را نمی آموزانم. چطور؟ پس چرا می آموزانید؟ درون اداره کردن درون را می آموزانم. درون؟ به فضا برخواستن درون را. درون چی است؟ بمب ها را به فضا برداشت روان میکنیم. آنها مثل بازیچه نیستند. بعد خودت میبینی. ما درون ها را به فضا برخیزانده آنها از فضا نشان را هدف قرار میدهند. آفرین بدرو، فهمشت خوب بوده است. ما کجا را مورد حمله قرار میدهیم؟ شتاب نکن. حالا میفهمی. چی فرق دارد؟ در هر صورت حالا با ما میگوید کو. تو نخست باوری شعرها را به دست آور. این کار را پیشه که دانستن خوب نیست. بله، حمله که دیروز انجام داده هیچ کس نمیدانست. اگر حتی یک کس میدانست خبر پهن میشد. چگونه حمله؟ شما با کی حمله کردید؟ به خانه پلکومنیک او بمب فرستاد. بله ولی به پلکومنیک چیزی نشده است.
او در خانه نبوده است، ولی همسر و دخترش پاره پاره شدند. آفرین، همینش هم کار خوب است. شما باید اون پکت رو میدیدید. آنجا یک لخته به دفت رو مونده بودن. شاید وقت کشودن آنها سخت ترسیدند. کمی ترس و بوم.